جناب محمد مصطفی علیه السلام می فرمایند خداوند در روز قیامت بنده را در کنارش میگیره، در بغل بلا کیفش محکم میگیره، یک گریخته نمیتونه. نکردی این گناه را؟ کردیم. نکردی این گناه را؟ کردیم. نکردی گناه را؟ کردیم. بنده آب میشه، کجا بگریزه؟ فکر میکنه هلاک شده. خداوند میگه که تماما گناهایت در دنیا پود کرده بودم، تو کرده بودی، من دیده بودم، نه هیچ کسی دیگر را نشان ندادم. ای از چالاکی تو نیست، الله نگاه کرده آبروی تنه ریختانده. همان گونه که در دنیا تو را ستر کردم، بروازه های جنت برویت باز، از گناهایت بخشش برو جنت. این را در یادت بیار که این برای توبه کننده است. گناه کرده توبه کرده. خدا ما و شما را همین قسم بگردانه.